برنامه پیش از انتخاباتی ما در زمینه برنامه عمل حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و برنامه پیش از انتخاباتی برای سالهای 2025-2030 طرحریزی گردیده. مقصد اساسی آن توسط اشتراک بواسطه مساعدت نمودن در فعالیت مقام قانونگذار برای تأمین ولایت قانون در جامعه، نائل گردیدن به بهبودی حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همزمان مهیا نمودن شرایط مساعد برای پیشرفت، زندگی شایسته و سعادت مردم تاجیکستان می باشد. با انتخاب گردیدن به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، ما تجربه و معرفت خود را در تهیه و قبول قانونها و سندهای معیاری و حقوقی روانه خواهیم کرد که به رشد و ثبات جامعه نگرانیده شده حل ثمرناک مسئله‌های زیرین را در بر می‌گیرد. در سمت تحکیم خودشناسی ملی و تقویت معرفت سیاسی، حفظ منفعت‌های ملی و تحکیم بخشیدن دولتداری ملی در شرایط پرتضاد ژئوپلیتیکی منطقه و جهان، برخورد منفعت‌های کشورهای ابرقدرت و دیگر عامل‌های منفی جهانی شوی، تقویت بخشیدن کارها در سمت خودشناسی و خودآگاهی ملی، حس وطندوستی و وطنداری و معرفت سیاسی و حقوقی اهالی کشور، متحد نمودن تمام قشرهای جامعه صرف نظر از ملت و زبان، جنس، دین و مذهب و عقیده و موقع سیاسی در فرایند تحکیم استقلال دولتی، وحدت و خودشناسی ملی، حس وطندوستی و وطنپرستی، تأمین امنیت دولت و ملت، حفظ تمامیت ارضی و منفعت‌های عمومی ملی، مساعدت در عملی سازی عنصرهای ترکیبی کنسپسیای ملی تربیه در جمهوری تاجیکستان با مقصد تشکل دادن صفت‌های بلند اخلاقی، هویت ملی، انسان دوستی، آزاداندیشی، موقع شهروندی و تشبثکاری در شهروندان، تحکیم صلح و ثبات و وحدت و رضایت ملی همچون دستاوردی بی‌نظیر خلق تاجیکستان، تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، تبلیغ و حمایه ارزش‌های ملی در شرایط جهانی شوی، ارج‌گذاری و دولتداری ملی و زبان دولتی، ترغیب و عملی سازی تشبث‌های سازنده پیشوای ملت وابسته به حل مسئله‌های مبرم منطقوی و گلوبالی. در سمت پیشگیری ظهورات نامطلوب اجتماعی، مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم، تکمیل قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عاید به پیشگیری و مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم، جلب جامعه شهروندی و اهالی در عملی سازی تدبیرهای سودمند مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم، تکمیل نظام مقاومت اطلاعاتی بر ظهورات نامطلوب اجتماعی. در سمت سیاست اقتصادی با راه بلند برداشتن ثمرناکی استحصالات وطنی، پیشنهاد تغییر و الهه‌ها به قانون‌های عمل کننده، تهیه قانون‌های نو با مقصد نائل گردیدن به هدف‌های استراتژی دولت و استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، مساعدت به استفاده ثمرناک زمین و ثروت‌های طبیعی کشور، آبیاری زمین‌های کارم، تأمین نمودن خواجگی‌های کشاورزی با تکنیک‌های ساحوی، جهت تحکیم بخشیدن نیروی اقتصادی کشور. در دایره برنامه‌های طرحریزی شده، مساعدت نمودن به بنیاد کارخانه‌ها و جایهای کاری نو، مساعدت به رشد کشاورزی با راه بنیاد باغ و تاکزارهای نو و برقرار نمودن باغ و تاکزارهای کهنه، استفاده تخمی‌های خوش‌صفت زراعت‌های کشاورزی مطابق به زمین‌های للمی کمبارش و تغییریابی اقلیم، استفاده چاروای خوشزاد و بلند برداشتن محصولناکی آن در شرایط کوهستان، زیاد نمودن عائله‌های زنبور عسل، رشد پرنده پروری و ماهی پروری، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، حفظ امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، مساعدت در روند تطبیق سیاست انرژتیکی کشور جهت رسیدن به استقلال پررأی انرژتیکی توسط عملی سازی لایحه‌های بزرگ ملی،
از جمله ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون و دیگر نیروگاه‌ها، رشد سیاحی تندرستی، اکولوژی، شکاری و کوهنوردی وابسته به ظرفیت‌های محل، مساعدت بر روند به کشور ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان. در سمت سیاست اجتماعی و سالمی اهالی، غمخواری در حق یتیمان و معیوبان، شخصان بی‌سرابان مانده و احتیاجمند، نفقه خوران و رسانیدن کمک طبی به آنها، تکمیل نظام قانونگذاری در سمت دستگیری نیازمندان و دوره به دوره بلند برداشتن نفقه و مزد مهنت، استیپندیا و دیگر پرداخت‌هایی که به بلند گردیدن شرایط زندگی مردم نگرانیده شدند. پیشنهاد راه‌های دسترسی پوره اهالی به خدمت‌رسانی‌های صفتناک طبی و به کمک اولیه طبی و سانیتری، تأمین اهالی با آب نوشاکی با راه کندن چاه‌های عمودی، بهتر نمودن مکانیزم تأمینات، صفت، تأثیربخشی محصولات داروباری و فعالیت فارماسیوتی، حل مسئله‌های نورسایی سیمچوب، ناقل و ترانسفورماتورهای برقی، تعمیر راه‌ها و پل‌ها، مکمل نمودن فضای اطلاعاتی رادیوشنوانی و موج‌های علاقه موبیلی در محل‌های اهالی نشین نوبنیاد، ساحل بندی با مقصد پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده، افزایش دادن حجم قرض‌های امتیازناک و کمک پولی‌ها با مقصد دستگیری شخصانی به شغل. در سمت سیاست دولتی رشد علم، معارف و فرهنگ، جلب جوانان به کارهای علمی و اختراع‌کاری اینوواسیونی و مساعدت به جدا نمودن بورسیه‌های دولتی و بین المللی، تحکیم بخشیدن روند ثمرناک همکاری متقابلا سودمند علم با استحصالات، استواری مالیوی و ثمرناکی در ساحه معارف، مساعدت به تقویت فعالیت در سمت تطبیق استراتژی و برنامه‌های دولتی ساحه معارف در جمهوری تاجیکستان، مطابق با طلبات معاصر ساختمان و تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی، مستحکم نمودن زمینه‌های مادی و تکنیکی آنها با مقصد مهیا نمودن محیط مساعد تعلیم و تربیت، انکشاف بخش تحصیلات علاوه‌ای کودکان توسط مساعدت بر رشد مرکزهای ایجادی کودکان و نورسان، مساعدت در عملی‌گردانی اقدام پیشوای ملت عاید به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف در سالهای 2020-2040، تهیه مواد تعلیمی و تأسیس محفل‌ها در دایره برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان تا سال 2030، راه اندازی تدبیرهای مؤثر جهتی در روحیه وطن دوستی و خودشناسی ملی، تربیت نمودن خوانندگان و دانشجویان، تهیه و عملی سازی چاره‌بینی‌ها برای احیا، حفظ و رشد فرهنگ ملی در داخل و خارج کشور، دستگیری نورسان و جوانان با استعداد در ساحه فرهنگ و صنعت و هنر، رشد فرهنگ و ادبیات ملی با راه ترجمه و نشر اثرهای مشهور ادیبان تاجیک و جهان، تقویت فعالیت کتابخانه‌ها و مؤسسه‌های فرهنگی همچون منبع اطلاعات و مرکز تقویت معرفت ساکنان در روحیه زیبایی پرستی، وطن دوستی، خویشتن شناسی و افتخار از صاحب استقلالی دولتی، انکشاف زمینه ایجادی، استحصالی، تعلیمی، تکنیکی، علمی و اطلاعاتی ساحه کینا، تلویزیون و رادیو، مساعدت در تأسیس مرکزهای هنرآموزی و کسب آموزی جهت رشد هنرهای مردمی و فراگیری ساکنان از جمله زنان با شغل پرمحصول. در سمت سیاست دولتی جوانان و ورزش، فراهم آوردن شرایط و زمینه و امکانیت مساعد برای رشد معنوی و اخلاقی، تحصیل و کار و فعالیت جوانان، پس کردن سطح بیکاری، پیشگیری نمودن ظهورات نامطلوب در بین جوانان و ویرانشوی عائله‌ها، اندیشیدن تدبیرها برای عامه‌گردانی ساحه ورزش، طرز حیاتی سالم و مساعدت به حفظ سلامتی اهالی، آماده سازی و دستگیری متخصصان جوان به وظیفه‌های راهبری کننده، پیشنهاد نمودن کادرهای لیاقتمند، گسترش دادن فرهنگ سیاسی و معرفت حقوقی جوانان، دستگیری تشبس‌های سازنده، اختراعات
و برنامه‌های صاحبکاری جوانان، جلب بیشتری نورسان و جوانان به مسابقه‌های ورزشی و تأمین نمودن اشتراک آنها در مسابقه‌های ملی و بین المللی، جلب بیشتری صاحبکاران سخاوت پیشه و احسانکاران به بنیاد و از نوسازی مجمع و تالارهای ورزشی. در سمت تکمیل قانونگذاری جمهوری به واسطه پیشنهاد تغییر و الهه‌ها به قانون‌های عمل کننده، تهیه قانون‌های نو با در نظر داشتن تأثیر روندهای گوناگون جهانی شوی و تهدید و خطرهای جهانی، جلب نهادهای فعال جامعه شهروندی در تهیه، قبول و عملی سازی سندهای معیاری حقوقی، مکمل گردانی نظام اداره کنی دولتی، هماهنگسازی فعالیت حاکمیت قانونگذار و حاکمیت اجراییه. ما همچون عضو فعال در تطبیق مسئله‌های افضلیتناکی که در برنامه عمل حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و برنامه پیش از انتخاباتی برای سالهای 2025-2030 پیش بینی شدند، کوشش به خرج می‌دهیم.